خیابان کارگر اصفهان هستیم، محدوده الا خیابان هزار جریب. بحثی که الان هست کاری به قیمت ملک نداریم اصلا، و فقط نکته عجیبی بود که هوا رو برام خیلی جالب بود که دقیقاً دیگه نه کاری به بالای شهر داریم نه کاری به پایین شهر، کلاً هوایی نمونده. و بخوایم حالا یه صحبتی هم در مورد ملک بگیم که فکر نکنم اگر ملک هامون رو با طلا هم بسازیم و وضعیت همینجور پیش بره، کسی باشه که بتونه دیگه تو ملکات زنده بمونه یا زندگی کنه. نمیخوام ناامید باشم، انشالله که درست میشه. بالاخره مسئولین یه فکر میکنن برای این هوا، چون که اگر فکری نشود نه تنها اصفهان، نه تنها مازندران، نه تنها حالا شهرهای ساحلی دیگر چه شمال چه جنوب دیگه جایی برای زندگی کردن نیست.